من در وقت زمین لرزه شود اگر من به نهایت میترسم و داد فریاد میزنم و کمک میخواهم از دیگران که با من یاردم دهند. من به نهایت میترسم از زمین لرزه. مرا نفهماندند که در وقت زمین لرزه با کدام تکنیک ها شناس نیستم. ببینید وقتی که زمین لرزه میشود با وقوع میپیوندد همین حالت ها در حیات ما این همگی در یک ثانیه معین و خیلی کوتاه برپا می شود و به وقوع می آید. مثلا فرض کردیم میگویند که توصیه ها رو اگر اهمیت داده باشید هنگام زمین لرزه شما باید در کنج خانه باشید یا اینکه کیم کدام کنج تای میز دارد. ببینید این زمین لرزه همگی 10 یا 20 ثانیه می شود، حالا که از اون میز کاریت نخسته که میتواند به اتمام برسد. این یک کس میدود بیرون یک کس میدود، من نمیفهمم اینکه بی خطره. اگر که بنا مستحکم باشد هیچ حالت رخ نمیدهد. خودی من تگ میز میدارم یا یک کنج دیوار به میستم که تو لحظه که گذرد همین چیز. راست گپ درباره بی خطری من در این باره معلومات ندارم و دسترس نکردم. وقتی زمین لرزی چی میکنی؟ هیچ علاج نیست، میستی خدا گفته میشینی. چیکار میکنی؟ چیزی که در نصیبت باشه. مثال حق خدا نشونتیه نباشه خونه چپه شوی یگان واقعه روی تیه هیچ علاج نداری. چیکار میکنی؟ اگر که امکانیت باشه میبری یگان کشادی که یگان چی بالات نزنه گودکوره نجات میتیم. خیلی خونه من خیلی زمین نیه. وقتی خونه باشه میبریم به خونه اکو مسلمانی خطی میگن باید که 7 قدم زنی هم خیلی میکنیم دیگه. هیچ علاج نیست. وقتی که در تاجیکستان زمین به لرزه آید ما نباید از خانه بیرون بریم، بلکه در ستون دری که ستون دارد در همانجا ما ایستیم. باید وقتی که خانه هم چپه شود هیچ وقت خانه دری همون ستون خانه هیچ وقت چپه نمی شود. مثلا در وقت زمین لرزه دویدن قطعا من است. خوبش یا بازونو را گردی یا که بازونو را گشته سری خود رو حمایت نمایی که وقتی زمین لرزه افیدنش ممکن است، افیدن انسان ممکن است. خیلی چیکار میکنیم؟ هیچی. 9 متر زندگی میکنیم. خیلی ضرور اوی میمونیم. چیکار میکنیم؟ کودکان را نمیفرویم. خیلی سویتون را میکشیم. چیزی در از ایت باشه میگیریم. کودکوی مایده را در دست میگیریم. خیلی دیگه چیکار میکنیم؟ این 9 مترش فرماده. لیفت نمیشه فرماده. Лестница, خیلی خوندگیم که فرمادن در کار نه. Во время землетрясения надо убежать в какое-нибудь убежище или под балконом каким-нибудь стоять, под аркой каким-нибудь стоять, или же под каким-нибудь стойким мебелью спрятаться. ما زمین لرزه نمیترسم. برای به خطری خیلی جای با جای هم جای سکون جای اگان جای پایین در میفرمیم با جا میشیم.